طبق طلبات قانون جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت در تعلیم تربیت کودک، پدر و مادر، آموزگار، مقامات دولتی، مؤسسه و دیگر تشکیلات‌ها عهدهدار گردیدند که برای تعلیم تربیت کودک شرایط مساعد فراهم آورند. در حالت از جانب شخصان مسئول اجرا نکردن یا به طریق دخلا اجرا نکردن عهدهداری‌های به ذمه‌شان گذاشته شده، آنها طبق طلبات قانونگذاری و جوابگری کشیده می‌شوند. مخصوصاً در ماده 23 قانون جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت و تعلیم و تربیت کودک پیش بینی گردیده است که شخصان واقعی و حقوقی برای رعایت نکردن طلبات قانونی مذکور مطابق قانونگذاری جمهوری تاجیکستان و جوابگری کشیده می‌شوند. باید گفت که معیار ماده مذکور خصوصیت بلانکتی دارد، یعنی جوابگری شخصان واقعی و حقوقی برای ویران کردن قانونی مذکور و قانونگذاری عملکننده تطبیق کرده می شود. معیار دارای خصوصیت بلانکتی گفته این نمود معیار حقوقی را می نامند که برای پورا تطبیق نمودن معیار و معیارهای دیگری سندهای معیاری حقوقی حواله می کند. جوابگری حقوقی وسیله مهم معتدل عملی نمودن مناسبت‌های حقوقی و اجرای طلبات سندهای معیاری حقوقی می باشد.